کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 1 فوریه سال 2024 با نشر یک هشدار ویژه ساکنان و معماران کشور را خبردار کرد که طبق پیشبینی اگنتی هواشناسی روزهای 3-4 فوریه سال 2024 در قلمرو جمهوری هوای نامساعد باقی مانده در اکثر منطقه ها باران و برف پیش بینی کرده می شود. بنا به هشدار نشر شده در برخی ناحیه‌ها دوام روز 3 فوریه و شب 4 فوریه برف و باران می بارد. به استثنای قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان روزهای 1-4 فوریه در اکثر منطقه های جمهوری تمان می فراید و آن باعث تا 500 متر کم شدن طول بینش خواهد شد. همچنین روزهای 1-2 فوریه حرارت هوا شبانه در برخی منطقه های کوهستان تا 15-20 درجه سرد می شود. به سبب پایین رفتن حرارت شبانه روزهای 1-4 فوریه در راههای کوهستان یخ بندی پیش بینی کرده می شود. در روزهای نزدیک در ناحیه های کوهستان تابع مرکز ولایت سوخت و در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف فرآمدن ترمه ها بیشتر می شود. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ما خواسته است که در این روزها از حد اکثر احتیاط کار گرفته از سفرهای بدون ضرورت بخصوص به مناطق کوهستان خودداری کنند. از رانندگان خواسته می شود که خیلی احتیاط کنند، ماشین‌های خود را از پیش آماده کرده قبل از سفر درباره وضع آب و هوا و راه‌ها معلومات پوره را بگیرند و در راه تمام قاعده‌های حرکت از جمله سرعت و فاصله را رعایت کنند. در صورت دچار شده به حادثه‌های فوق‌العاده فوراً به این رقم‌ها زنگ بزنید. رقم‌های یگانه نجات دهندگان 112 قسم نوبت‌داری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده 992 93 80 28 19